قصه ما مثل شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به بچه های خوب و دوست داشتنی. شما مکتب بچه های باهوش و دانا. من مدینه هستم و باز با یک مسئله دیگر آمدم پیش شما تا با هم کمی درباره آن بیاندیشیم. براستی خط و زبان نیاکان یعنی زبان فارسی یکی از گرانبهاترین داشته های ادبی و فرهنگی ماست. در این میان ضرب المثل باز از یک جایگاه ویژه برخوردار است، چون ضرب المثل در عین کوتاهی و گاهن خنده آوری یک دنیا پندها و نصیحت‌های را در خود جای داده است. مثلی که امروز درباره آن میگوییم این است: خس را خار نبین که در چشمت میخلد. مثلی جالب است. تا به حال به آن اندیشیده اید؟ در ادامه همراه ما باشد تا با هم صحبتی چند نفر از دوستانمان را بشنویم. السلام علیکم شنوندگان محترم. امروز به میان مکتب بچه ها آمدیم تا از آنها یک سوال پرسیم. می‌خواهیم نظرشان را درباره یک مثل بدانیم. مثلی خس را خار نبین که در چشمت می‌خلد. با ما همراه باشید. سلام دادر جان، خوب هستید؟ درس‌های مکتب چی خیر؟ به عقیده شما این مثل به ما چی میگوید؟ خس را خار نبین که در چشمت می‌خلد. ما در ادبیات دو نمود خار داریم: خار به معنای تق و خار به معنای پست و ناچیز. شاید این مثل میگوید که همین خس را نباید ناچیز شمرد، چون اگر در چشم رود درد و زحمت بسیاری دارد. سلام علیکم، روز بخیر. السلام علیکم. به نظر شما این مثل به ما چی میگوید؟ خس را خار نبین که در چشمت میخلد. خس است و نباید آن را چیزی دیگر مثل خار تصور کرد، چون ممکن است در این حالت به ما آسیب زند. به عقیده شما مقصود این مثل چی میباشد؟ خس به خودی خود ضرر ندارد، بلکه میتوان از آن استفاده هایی هم برد. اما وقتی که در جایگاهی خار ایستد ممکن است به ما ضرر رساند. تشکر بسیار از دوست گرامی فرهاد سعیدوف و همچنین تشکر بسیار از این همه محبت و همراهی که شما دوستان با برنامه قصه ما مثل شد دارید. بله، سخن همه شما جالب و شنیدنی بود. در ادامه این مطلب را هم اضافه کنیم که در قدیم کشاورزان که به این همه ماشین آلات و تجهیزات دست نیافته بودند مجبور می شدند که همه کارها را خودشان و دستی انجام دهند. از شودگار کردن زمین گرفته تا کاشت و برداشت و جداسازی دانه از خس و خاشاک. کشاورزان به خوبی می دانستند که همین خس که بسیار کوچک و سبک است اگر در چشم رود باعث درد و عذاب زیاده می شود. برای همین مراقب می شدند که مبادا خس در چشمشان رود. این مثل در جای به کار می رود که مثلا کسی به مقام یا جایگاه دست یابد. اگر خدای نکرده کبر و غرور به سراغش آمد و زیر دست ها یا مردم عادی را ناچیز شمرد، برای هوشدار این مثل را برایش میزنند که خس را خار نبین که در چشمت میخلد. شاید یک نفر آدم معمولی نتواند ضربه بزند، اما اگر همه آدم ها با هم متحد شوند قطعاً ضربه های سخت را به قدرتمندان مغرور و ظالم خواهند زد.
پس خس را خار نبین که در چشمت میخلد. با پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. تا برنامه و مثل دیگر، خدایا رو نگهدار.